بانگ آزاد برنامه‌ای است که بر پایه آزادی بیان اندیشه‌ها و باورها بنا شده و در ترویج فرهنگ و علوم انسانی، اجتماعی و سیاسی کوشا می‌باشد. هدف و برنامه‌های این پادکست مطرح کردن گفتمان‌هایی در راستای برپایی ایرانی دموکراتیک و سکولار بر اساس ارزش‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر و برابری و آزادی میباشد. با درود، من جمیله داوودی، یکی از دستاندرکاران پادکست بانگ آزاد، به همه شما خوش آمد میگم. حمله اسرائیل به ایران 2 روز قبل از مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا غافلگیر کننده بود. این حمله اگرچه باعث کشته شدن 20 فرمانده ارشد سپاه در روز اول و مجموعاً 37 فرمانده در 12 روز جنگ شد، در مجموع 935 نفر کشته در ایران به جا گذاشت و بیش از 4700 نفر زخمی. در اسرائیل 29 نفر کشته و بیش از 3200 نفر زخمی. تعداد آوارگان در هر دو کشور در بالای 10,000 نفر است. 10,000 نفر است. حمله آمریکا به 3 مرکز هسته‌ای ایران در حمایت از اسرائیل و در جواب حمله ایران به پایگاه هوایی آمریکا در قطر به نظر نمایشی می آمد. چرا که هم ایران و هم آمریکا به یکدیگر اطلاع قبلی در مورد این حملات داده بودند و بعد ترامپ اعلام کرد که توافقی برای آتش‌بس بین ایران و اسرائیل تا 25 ژوئن اجرا خواهد شد. واقعا در این جنگ 12 روزه چه حاصل شد؟ آتش‌بس بر سر چه توافقی بود؟ برای بررسی جنگ 12 روزه و پیامدهای آن پای صحبت مهمان عزیز آقای ناصر مهاجر می نشینیم. ناصر مهاجر نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران مقیم پاریس است. او یکی از بنیانگذاران مجله و نشر نقطه در سال 1374 یا 1995 است. از وی کتاب‌های زیاد و مقالات متعددی به چاپ رسیده. من جمله کتاب زندان که در 2 دفتر درباره شکلگیری و نظام زندان جمهوری در سالهای 1377 و 1390 به چاپ رسیده است. کتاب گریز ناگزیر با همکاری میهن روستا، مهناز متین و سیروس جاویدی در 2 دفتر روایت 30 گریز از جمهوری اسلامی ایران است که در چاپ که سال 1387 به چاپ رسیده. کتاب 2 جلدی خیزش زنان در اسفند 1357 با همکاری مهناز متین که درباره نخستین جنبش اعتراضی به حکومت اسلامی پس از انقلاب است. در این چاپ 1392. کتاب جنایت و مکافات چاپ 1378 که بررسی سالهای ریاست جمهوری حجت الاسلام خاتمی است و قتل زنجیره‌ای و کتاب از اصلاحات تا براندازی چاپ 1383 در همقلمی با مهرداد باباعلی. کتاب آخر از ناصر مهاجر و مهناز متین تحت عنوان سازمان ملی زنان ایران درباره جنبش دانشجویی در خارج از کشور و مسئله زنان پیش از انقلاب 57 در سال 2022 یا 1401 از نشر نقطه به چاپ رسیده است. ناصر عزیز، سپاس فراوان برای قبول دعوت ما. منم از شما جمیله عزیز باید سپاسگزاری بکنم و بگم که خوشحال هستم که شما در این گفتگو هستیم با هم دیگه و امیدوار هستم که این گفتگو هم خوب پیش بره. بنابراین منم از شما بسیار سپاسگزار هستم. به یادم بودید و منو به این گفتگو فراخوندید.
ممنونم ناصر عزیز. من فکر کردم اینجوری شروع بکنیم گفتگو که چون حوزه شما در واقع تاریخ معاصر هستش، آیا حمله اسرائیل برای شما غافلگیر کننده بودش یا با توجه به تاریخچه مناسبات و روابط دو کشور انتظارش رو داشتین؟ خانم داوودی، اگر یه نفر با دقت رویدادهای سیاسی که به 13 ژوئن انجامید رو دنبال میکرد، میتونست ببینه که این اتفاق خواهد افتاد اگر با دقت دنبال میکرد. من الان تا جایی که به یاد میارم بازگو میکنم رویدادها رو. اگر که درست به یادم باشه 9 ژوئن یک دیداری صورت میگیره در واشنگتن دی سی بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو. در پایان این دیدار هیچ کدوم از این دو شخصیت چیزی در مورد دیدار نمیگن، درست؟ اما چند روز بعد، مشخصا در روز 12 ژوئن، ترامپ در یک مصاحبه‌ای که میکنه و حتما شما مصاحبه رو خوندین، در بسیاری از روزنامه ها چاپ شد، تفصیلش در نیویورک تایمز، که ترامپ مطرح میکنه که این ریسک وجود داره که اسرائیل حمله کنه به تجهیزات اتمی ایران. خب، و خبرنگارا ازش سوال میکنن که خب این به مذاکراتی که الان در جریان هستش بین شما و ایرانی ها لطمه میزنه یا نمیزنه؟ میگن که میگه لطمه ممکنه لطمه بزنه، ممکنه لطمه نزنه، ما اینو نمیدونیم، ولی به هر حال این ریسک الان وجود داره که اسرائیل بخواد چنین کاری رو انجام بده. باز در حقیقت در دستش کامل باز نمیکنه که من چه میدانم و چه نمیدانم و در روز نهم چه گذشت. خب، این داستان که وقتی که مطرح میشه برای هر کسی که داره دنبال میکنه قضایی ها رو، پرسش به وجود میاره که چه داره میگذره. ترامپ البته در همون مصاحبه مطرح میکنه که البته ما 15 ژوئن آقای وایتکاف میره به عمان و مذاکرات خودش رو با عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. خب، با فاصله که الان نگاه میکنیم میبینیم که خب اینا چون که فکر میکردن که بالاخره مذاکرات همچنان ادامه داره، به خصوص اون بررسی های مختلفی که تو این زمینه شده که نگاه میکنین، میبینید که خود مقامات جمهوری اسلامی هم یه جورایی فکر میکردن که این خبری فعلا نیست. این رو میدیدن، هر کسی که مسائل رو دنبال میکرد این رو میدید که ممکن هستش که به زودی یک استحکاک بگیم، از این لغت کلی استفاده کنیم، بین یا برخورد نظامی بگیم بین اسرائیل و ایران به وجود میاد. از سوی اسرائیلی ها البته تهاجم صورت خواهد گرفت، ولی اینی که کی، چه زمانی، غیره. من یکی از جالبترین چیزهایی رو که تو این زمینه خوندم یه گفتگویی بودش که آقای علی لاریجانی کرده بود، مشاور خامنه ای، و او در اون گفتگو میگه که ما کاملا غافلگیر شدیم. تمام حساب کتاب ما بر این بودش که این قضیه یه مدتی به درازا خواهد کشید و قرار نیستش که به این زودی حمله ای صورت بگیره، در صورتی که همونجا ظاهرا تو همون مقطع این حمله زمینش چیده میشه. به نظر من میاد که نتانیاهو و تیمش از نظر انتخاب زمان هم خیلی هوشیاری به خرج دادن، چون که درست در همون روزی که ما داریم صحبت میکنیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همون 12 ژوئن اعلام میکنه که
قطعنامه ای صادر میکنه، اگر به یاد داشته باشین قطعنامه ای صادر میکنه درباره اینی که ما با جمهوری اسلامی نمیتونیم به یه توافقی برسیم. ما ازشون میخوایم که درباره عملیاتی که در پیش میکردن برای ساختن راکتورهای اتمی و زیرساختهای هسته‌ای توضیحاتی به ما بدن و این توضیحات رو به ما ندادن. بنابراین بر این اساس این محکوم میشه. درست بنابراین توی چنین شرایطی هستش که این حمله اسرائیلی ها صورت میگیره. یعنی یک، به هر حال خیلی بخوایم که چشم ببندیم بر قضایا، باید بگیم که تایید تلویحی ترامپ رو داشتن. اگر نگیم که به یک توافق مشخص رسیده بودن، اینا رو تاریخ نشون خواهد داد. بعدها اسناد این رویداد مثل بسیاری از سندهای دیگه رو میشه و ما بیشتر میفهمیم یا دقیق میفهمیم که چه گذشته بین این. ولی از نظر زمانبندی هم خیلی مهمه که توجه بکنیم که خب یه ور داستان اسرائیل باید استفاده میکرده از این وضعیتی که امریکا و جمهوری اسلامی توش گیر کرده بودن. از یک طرف این بوده و از طرف دیگه این بوده که اسرائیل از نظر کلی هم بهترین موقعیت رو فکر میکرد که اون موقعیت حمله هستش. در خیلی خوب میدونید که در لبنان موفق میشه حزب الله رو که یک نیروی بسیار قدرتمندی در لبنان بوده. خیلی ها میگفتن دولتی در دولت هستش، دولت نیروی حزب الله و نصر الله در اونجا. خب به ضربات زیادی و ضربات کشنده‌ای وارد میکنه به نیروهای حزب الله و بعدش داستان حماس هستش و غزه هستش. غزه رو سال 67 در جنگ سال 67 گرفته بود، این دفعه 2 مرتبه در حقیقت غزه مورد اشغال قرار میگیره. تو یمن یک سلسله عملیات انجام میدن و بعد مهمتر از همه فروپاشی دولت سوریه است که یکی از قدرتمندترین و باثباتترین دولت‌های اون منطقه بود. با فروپاشی دولت سوریه در حقیقت زمانی بوده هستش که اسرائیل تشخیص بده مهمترین متحد جمهوری اسلامی ایران رفت، تموم شد. بنابراین یک خلأ سیاسی در منطقه به وجود آمده و یک وضعیتی که میشه از این وضعیت استفاده کرد برای اینی که چهره سیاسی منطقه تغییر بکنه. واژه‌ای که خود اسرائیلی ها به کار میبرن، تغییر چهره سیاسی منطقه یا ژئوپلیتیک منطقه. و فکر میکنن که الان تو موقعیتی جمهوری اسلامی اون چیزی که تحت عنوان محور مقاومت مطرح میکردن، بخش بزرگی از این محور مقاومت از بین رفته، بخشش اصلا حضور نداره و نمیتونه حضوری داشته باشه و جمهوری اسلامی که با اتکا به این نیروها میتونست کار خودش رو در منطقه پیش ببره، الان میشه بردش زیر ضرب. و کجا بردش زیر ضرب؟ به نظر من اسرائیلی‌ها تو این زمینه بازی رو طوری پیش بردند که خیلی معلوم نبود که آنچه که دارن انجام میدن چه هستش. من از اینی که برم توی این بحث در اینجا پرهیز میکنم. شاید اگر صلاح دونستید با کمال میل این قسمت رو از بحث رو هم باز میکنم، ولی برگردم به پرسش شما. این هستش که با این زمینه هایی که من خدمتتون عرض کردم میشد به راحتی، نه فقط یک تاریخدان، نه کسی که متخصص منطقه هستش، بلکه یک خواننده خوب روزنامه هم و دنبال کننده وقایع سیاسی هم میتونست حدس بزنه که یه چیزی داره اتفاق میفته و انقدرم غافلگیرانه نیست. هرچند که وقتی که این اتفاق افتاد، از اونجایی که طرفین
اصلا توی یک دنیای دیگه‌ای به سر می‌بردن و ترامپ هم طوری بازی رو پیش برد که دست کسی رو نکرده توی این ماجرا. میشه این حدس زد که اگر نوع دیگه ای بازی پیش میرفت انقدر قضیه غافلگیرانه نمیشد، ولی اونجوری که پیش رفت یک غافلگیری بزرگی در حقیقت ما باش روبرو هستیم در سطح کلیه نیروهای یا بازیگران سیاسی منطقه، الا اسرائیلی ها که از قبل میدونستن دارن چیکار میکنن و برنامه دراز مدت داشتن، و آقای ترامپ که هرگز نگفت در روز 9 ژوئن چه گذشت بین او و نتانیاهو. بسیار عالی ناصر عزیز. من فکر میکنم که شاید بد نباشه یه مقایسه‌ای بکنیم وقتی که این حمله اتفاق افتاد. میدونید برخلاف جنگ ایران و عراق که ناسیونالیسم خیلی قوی باعث شده بود که مردم یه جورایی کنار دولت قرار بگیرن، وقتی که حمله اسرائیل انجام میشه به نظر میاد که حداقل اوایلش حتی تو خود ایران یه سری آدما خوشحال میشن، چون فکر میکردن که خب میدونیم این یه حمله به جمهوری اسلامی هستش و به خصوص که خبر اولم خبر به حساب کشتن سران ارتش بود و اینا، که خب البته خیلی شرایط مبهمیه به خاطر اینکه خب میدونی یعنی شرایطی که مردم راضی باشن بم سرشون بریزه به این امید که دولت سرنگون بشه. بس سوال اینه که آیا میشه از طریق جنگ برای پیشبرد انقلاب یا براندازی استفاده کرد؟ خب جمیل عزیز، بهتر از من خودتون میدونید که الان دو پرسش مطرح شد در یک پرسش، بنابراین به من اجازه بدید که هر کدوم از این پرسش ها رو در جای خودش پاسخ بدم تا جایی که دانشم قد میده. به نظر من میاد که مقایسه جنگ ایران و عراق و این جنگ 12 روزه مقایسه دقیقی نیست. دو تا دو تا وضعیت متفاوت هستن، دو تا جنگ متفاوتی بودن. یه جنگی 8 سال طول کشید. وقتی هم که ایران مورد حمله قرار گرفت بالاخره یه دولتی اومده بود که از دل یه انقلابی آمده بود بیرون، و درسته که همون 1 سال نیم اول خیلی از خصوصیات خودش رو نشون داده بود، ولی اینجوری نبودش که کاملا روشن باشه چهره این دولت و واقعیت این دولت بر مردمان ایران. اینجا من اجازه میخوام که به جای گرایش ناسیونالیستی از واژه میهن پرستی یا پاتریوتیزم استفاده کنم. فکر میکنم بیشتر یه مسئله ای رو میرسونه و خب اون زمانی که این اتفاق افتاد مردم تا حد زیادی بالاخره پایه های خود حکومت با هم حمایت میکردن از این، از دولت، از ارتش، از سپاه پاسدارانی که در جبهه های جنگ بود، و نه تنها بخشای از مردم با این که نمیدونستن که قضیه اصلا چه هستش، ولی بالاخره این حکومتی هم نبودش که خیلی برای مردم معنی داشته باشه در اون زمان. برای اقشاری از جامعه بی تردید خیلی هم پرمعنا بود، ولی برای اقشار دیگه از جامعه این بودش که اصلا معلوم نیستش که اینا بتونن چقدر سر کار بمونن، مگه آخوند میتونه مملکت رو هدایت بکنه، اداره بکنه. خیلی از این مسائل مطرح بود و اینی که بالاخره میهن مورد حمله قرار گرفته، مورد حمله قرار گرفته که یه دعوای تاریخی هم که بین عراق و ایران بود اینم اضافه میکرد بر اون حسی که وجود داشت. اما در اینجا اون چیزی که تو سوال من توجه میکنم بهش
خود نیروهای سیاسی هستن. خب نیروهای سیاسی بودن که در اون زمان در طیف‌های مختلف فکر میکردن که این جنگ میهنی هستش و باید از این جنگ حمایت کرد و از نیروهای حکومت که بگذاریم که همه بی تردید پشت حکومت بودن، خب نیروهای سیاسی هم که وجود داشتن در صحنه، جریانات ملیگرا، اونها هم در حقیقت به طور کامل این کار میکردن. حتی در میان بخشی از نیروهای چپ این اتفاق افتاد. سازمان فدایان اکثریت یا حزب توده ایران تشویق میکردن نیروهاشون که در جنگ شرکت بکنن، انواع و اقسام امکانات برای پشت جبهه آماده میکردن و وظیفه میهنی خودشون اینو میدیدن که بتونن از این حکومت با همکاری کنن، هماهنگی کنن با حکومت. داستان میهن برای اکثریت و حزب توده ایران تو ادبیاتشون که دقیق میشید کمتر مطرح هستش تا اینی که انقلاب مورد حمله قرار گرفته. خب سمبل انقلاب هم جمهوری اسلامی ایران هستش و بعد انقلاب رو نجات داد و غیره. بنابراین ما با یه وضعیت خاصی در اون لحظه روبرو هستیم که با این دوره خیلی فرق میکنه. اولا که اون جنگ همونطور که خودتون خیلی خوب میدونید 8 سال به درازا میکشه. ما داریم در مورد یک جنگ 12 روزه صحبت میکنیم و یک جنگ 12 روزه که میشه قشنگ تصور کرد که چند روز اولش آنچنان مردم، همون بحثی که پیشتر کردیم، غافلگیر هستن، اصلا نمیدونن چه داره میگذره، چه شده. بعد نگرانی، وحشت و انواع پرسش هایی که در این لحظه مطرح میشه، اینی که یه جایی باشه برای اینی که مثلا شادی بکنیم و خوشحالی بکنیم. میگم اینجا هم باید از خودمون سوال بکنیم که داریم در مورد چه کسانی صحبت میکنیم که دچار شادی و خوشحالی و اینا هستن. تصور نمی کنم اون گزارش هایی که من خوندم و چیزهایی که تو این دوره شنیدم الان بالاخره امکانات اینی که با خانواده ها، با خیشان، دوستان صحبت بشه خب خیلی بیشتر شده. کلی هم مطلب نوشته میشه روزانه. به نظر نمیرسه که این تصویری که داده شده که آهان اسرائیل حمله کرده و به زودی در ایران آزاد میشه و همه خوشحال و خندان هستن و میگن که اشکالی هم نداره بمب تو سرمون بریزه. نه، اینو میدونیم که تصویر واقع بینانه ای نیست، تصویر تخیلی هستش که بمب که داره میریزه تو سر مردم به فکر این هستن که جون خودشون رو نجات بدن و غیره. خیلی چیز بکنن این هستش که در فکر این باشن که چجوری میتونن تدارکات بهتری ببینن برای حفظ خودشون. بنابراین من تصور میکنم که برای اینی که همه خبرهایی هم که ما داریم در این دوره چند روزه، اگر که الان پرسش دقیق به یادم مونده باشه، همه چیزایی که داریم این هستش که نه بیشتر از اینی که اصلا داستان این باشه که میشه ببینید اگر جنگ 12 روز نبود، مثلا فرض کنیم 12 ماه بود، اگر جنگ 12 ماه نبود 2 سال بود غیره، میشه تصور کرد که خب رفته رفته یک جنبشی اپوزیسیونلی در جامعه به وجود بیاد. دست کم میشه تصور کرد که یک جنبش صلح خواهی در جامعه به وجود بیاد. همونطور که در نیروهای سیاسی حتما در این زمینه باید صحبت خواهیم کرد که اپوزیسیون داخل و خارج چجوری برخورد کرد به این داستان. میشه تصور کرد که اگر در یک دراز مدتی یک جنبش صلح‌خواهی میتونست در جامعه شکل بگیره، همونطور که در کشورهای مختلف که درگیر جنگ بودن، جنگ هایی که مردم جنگ خودشون نمیدونستن، مردم این جنگ رو همونطور که این جنگ 12 روزه، جنگ دو تا دولت اگر نگیم تبهکار، باید بگیم دو تا دولت کاملا فاسد و
اه، که تعهدی به مردم ندارن که مردم بخوام براشون کاری انجام بدن و غیره. بنابراین این تصور میکنم که اگر از این زاویه قضیه رو بهش نگاه بکنیم چیزه. اما قسمت دوم پرسشتون یا بخش دوم پرسشتون که آیا میشه یا نمیشه، خب توی مباحث مربوط به جنگ، خب گرایشات مختلفی وجود دارن. برخی از گرایشایی که در مورد جنگ هستن مطرح میکنن که وقتی که یه دولتی مورد حمله قرار میگیره، یه جامعه، یک مملکتی مورد حمله قرار میگیره، نیروهای سیاسی نباید از این فرصت استفاده بکنن برای تعیین تکلیف با دولتشون. حالا اینکه این بحث خیلی پیچیده میشه به خاطر اینکه خب اون دولت چه نوع دولتیه، اون دولت با مردم چیکار کرده، با نیروهای سیاسی چیکار کرده، مثلا نیروهای سیاسی میتونن عمل بکنن آزادانه یا نه، بالاخره کلی چیزه. ولی از نظر تاریخی خب ما موارد زیادی داریم که جنگ داخلی، جنگ خارجی تبدیل شده به انقلاب. مهمترین موردی که روش کار شده، زیاد هم کار شده و مورد شناخته شده ای هستش، انقلاب اکتبر که قبلش انقلاب فوریه صورت میگیره، انقلاب 1917 روسیه، درست، که 1914 جنگ جهانی اول هستش. در وسط جنگ جهانی اول نیروهای سیاسی، چه دست چپی ها مثل بلشویک ها، چه نیروهای میانه رو مثل منشویک ها، چه بخشی از نیروهای طرفدار اون نظام پادشاهی نیکولاف ها، اونها دارن صحبت از این میکنن که نمیشه از این فرصت استفاده بکنیم این رژیم فاسد سرنگون بکنیم و همین کارم میکنن. در این حالی که تو جبهه های جنگ میرفتن، حتما خودتون خیلی خوب میدونید در این زمینه فیلم های زیادی وجود داره، کتاب های زیادی نوشته شده، میرفتن تو جبهه های جنگ اطلاعیه پخش میکردن نجنگید در کنار چیز با جون خودتون رو بی خودی از دست ندید، بیایید اینور که از شر این دولتی که این جنگ ها رو را میندازه و تو این جنگ ها از این جنگ ها استفاده میکنه برای تحکیم خودش، استفاده بکنیم از این فرصت برای چیز. و ما میدونیم اولین دولتی که همون انقلاب فوریه، دولت کرنسکی که میاد سر کار، ژنرال ارتش هستش، ارتش تزاری هستش که میاد. بعد هستش که داستان چپ ها مطرح میشه و انقلاب فوریه به انقلاب اکتبر فرارویده میشه و غیره. برای نظر تاریخی موارد دیگری هم میتونم خدمتتون عرض کنم، منتها میدونم که روی درازی خواهد شد و لزوما چیز بیشتر از اینی هم که من گفتم اضافه نمیکنه به دانش ما در مورد اینی که این پرسشی که شما کردید. من سعی کردم دقیقا به اون پرسش پاسخ بدم که آیا میشود. آره، واقعا از نظر تاریخی موارد زیادی داریم که شده که مهمترین نمونهش رو خدمتتون عرض کردم. بسیار عالی ناصر عزیز، خیلی خوب واقعا توضیح دادین اینا و فکر کنم همونجور که یه جورایی خودتون هم اشاره کردین وسط صحبتتون، شاید الان اتفاقا وقت خوبی باشه که در مورد اپوزیسیون صحبت بکنیم، چون من واقعا فکر میکنم هیچ وقت من واقعا جامعه ایرانی رو حالا من خب چون خارج از کشور هستیم عمدتاً میدونی خارج، انقدر یعنی قطبی شده ندیده بودم، انقدر چند قطبی ندیده بودم واقعا. همونطور که حتی باور کنید ما تظاهرات هم میخواستیم بریم مونده بودیم، یعنی این طرف خیابونی عده به حساب سلطنت طلب بودن با پرچم اسرائیل، بعد این طرف خیابون که خب مثلا ما بودیم که معتقد بودیم نه به جنگ باشه نه به جمهوری اسلامی، میدونی. یعنی به نظر میاد که جناحایی که مختلف، یعنی اپوزیسیون به هر حال موضوعی مختلفی گرفته. شاید بتونیم مثلا نمیدونم شما میتونید دقیق ترش کنید، مثلا سه گروه رو حداقل آدم بتونه صحبتش بکنه. یکی واقعا یه عده که موافق بودن، یعنی فکر میکردن که موافق حمله اسرائیل بودن و فکر میکردن خیلی حرکت بجاییه. من میگم عمدتا به خاطر اینکه معتقد بودن رژیم میتونه عوض بشه.
یه گروه دیگه که خب گفتن نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی. بعد یه گروه دیگه هم به نظر میاد گروهی بودن که لزوما موافق حمله اسرائیل نبودن، ولی میگفتن خب حالا که حمله کرده یه فرصتی پیش آمده و بیاین از این استفاده کنیم. میتونم تقریبا اینجوری اینا رو جمع بکنم. نمیدونم شما نظرتون چیه؟ استنباط شما از این چند قطبی بودن توی این اپوزیسیون چی هستش؟ نه، من کاملا با اه، رویکرد شما به موضوع همدل هستم. اه، به نظر میرسه که یعنی به نظر میرسه دو تا گرایش، همونطور که شما گفتید، از اون رویدادهایی بودش که خیلی قطبی کرد فضای سیاسی رو، خیلی قطبی کرد. مثال خیلی عالی زدید. خب طیف طرفداران من آقای رضای پهلوی خب از این بابت خیلی خوشحال بودن و فکر میکردن که با توجه به رابطه حسنه‌ای که وجود داره بین رضا پهلوی و دولت نتانیاهو، این میتونه آغازی باشه برای پایان جمهوری اسلامی و اینی که بازگشت سلطنت به ایران. اینو به زبونهای مختلفی و به شکلهای مختلفی این گرایش رو بیان میکردن. و جالب هستش که وقتی که حتما به یاد میارید و حتما این ویدیو رو دیدید که وقتی که 15 ماه ژوئن تاریخش رو اشتباه کردم، ببخشید، دیرتر هستش، الان کوشش میکنم به یاد بیارم تاریخشو. وقتی که حمله کرد ترامپ به نیروهای نظامی امریکا، در حقیقت اون بمب افکناشون رو به کار بردن، از میزوری 30 ساعت حرکت به سمت منطقه و بعد بمباران کردن نتنز و اون دوتا پایداری اصفهان و فاضل. اون شب وقتی که ترامپ اعلام کرد که تموم شد، خب و اینا رو ما زدیم و دیگه به یه شکل روشنی هم اعلام کرد که داستان تمام شده هستش، کسانی که هواداران آقای رضای پهلوی در لس آنجلس دم دانشگاه UCLA اونجا اعتراض میکردن، ناراحت بودن که چرا این اتفاق افتاده، چرا جنگ اینجوری به این ترتیب به پایان رسیده. و و به هر حال چیزش هست، در حقیقت فیلمش هستش و مباحث که بین این ور و اون ور به وجود میاد. همون که شما میگفتین که من میرفتم نمیدونستم بعد چیکار بکنم، این ور خط این ور سلطنت طلبها هستن، این ور. خب به نظر میرسه یک طیف اینجوری سلطنت طلب داریم. حالا حتی من ترجیح میدم که از واژه سلطنت طلب استفاده نکنم در اینجا، از واژه طرفداران آقای رضای پهلوی صحبت بکنم، به خاطر اینکه دیدم که شماری از سلطنت طلبها با همون گرایشات میهن پرستانه ای که در میان بخشی از سلطنت طلبها وجود داره و حتما شما این روزها خوندید و دیدید توی گفته ها که این چطور این آقای رضای پهلوی حاضر شد بره زیر پرچم یک کشور دیگه برای آزاد کردن ایران. مگه میشه؟ این دیگه چه نوع پادشاهی هستش که ما اینجوریشو نداشتیم؟ و برخی از سلطنت‌های بسیار شناخته شده این اعتراض ها رو علنی کردن با آقای رضای پهلوی و این خطی که ایشون دنبال کردن تا بکنم که من البته فکر میکنم که یه جورایی خودشون رو سوزوندن با این سیاستی که به پیش بردن یا با این بی سیاستی که به پیش بردن. به هر حال ولی و از این طیف هواداران رضا پهلوی که بگذریم، طیف دیگه ای که خیلی خودش رو نشون داد در جریان این چیز، این جنگ 12 روزه، بیشتر چپ ها اسمشو بذاریم یا نیروهای مترقی اسمشو بذاریم،
مترقی به معنی پروگرسیو. این طیفی بودش که دنبال صلح بود، دنبال جنگ نبود. درست؟ و این جنگ رو جنگ دوتا دولت تبهکار میدونست و وظیفه خودش رو در این بود میدید که بتونه چه نظر داخلی چه نظر امکانات بین المللی که وجود داره کاری بکنه که هرچه زودتر این جنگ متوقف بشه. اگر که نمیتونه صلح به وجود بیاد لااقل جنگ متوقف بشه. و درباره جنگ و آسیب هایی جنگ به یک جامعه میرسونه، بالاخره مردم کشته میشن، جانهایی هستش که پرپر میشن، امیدهایی هستش که از بین میره، کلی خسارت هستش غیره. این بعد اومانیستی رو هم ما در بخشهایی از نیروهای، حالا میگم اسمش رو بذاریم ترقیخواه، این بعد رو هم میدیدیم در جریان. به نظر میرسه که اون چیزی که بیشتر خودش رو نشون میداد در این دوره همین گرایشی بودش که مخالف جنگ و مخالفت با نه تنها جنگ، با هر دو دولتی که درگیر این جنگ هستن و دنبال منافع خودشون هستن و منافعشون ربطی به منافع نه جامعه داره، نه میهن داره، نه مردم داره. یک اینو که من دارم میگم حتی در طیف از واژه چپ مترقی استفاده کردم، باید بگم حتی در طیف نیروهای ملی مذهبی که در خارج از کشور بودن باز این گرایش مسلط بود. حالا بخش بزرگی از نیروهای ملی مذهبی تکلیف خودشون رو با حکومت روشن کرده بودن و دنبال این نبودن که ما دفاع میکنیم از مخالفت میکنیم با جنگ پس باید بریم دنبال رژیم جمهوری اسلامی و مبلغ اون باشیم. نه، ولی بودند و حتی تو جریانات ملی. ولی یک گرایش ضعیفی هم دیده شد در این دوره در طیف نیروهای ملی که حتی که تو خارج از کشور البته خودش رو بیشتر نشون داد در چندین نوشته افراد شناخته شده این گرایش که میگفتن که مسئله ایران هستش و برای مسئله ایران با پاسدار هم باید همکاری کرد، با جمهوری اسلامی هم باید همکاری کرد. مسئله این هستش که در مقابل این تجاوز که به مملکت ما شده باید ایستادگی کرد و تا اونجا هم پیش رفتم، به رغم اینه که سالهای سال در اپوزیسیون جمهوری اسلامی قرار داشتن. ولی این در این جنگ یه روحیه دیگه هم که البته یه مقداری هم روحیه‌ای هستش که تو جنگ بالاخره مثل هر چیز دیگه‌ای یه وضعیت‌های تند و تیزی یه چیزایی رو هم تند و تیز میکنه و تقویت میکنه. شاید این رو بشه به حساب این قضیه گذاشت، نه به حساب اینی که این بخشی از خصوصیت این نیروها هستش لزوما. نمیدونم به سوالتون پاسخ نه دادم. کاملا، اتفاقا کاملا خوب جواب دادین و اتفاقا شاید الان موقع مناسبی باشه که در مورد آتش بس واقعا یه مقدار صحبت بکنیم، چون واقعا مشخص نیست که این آتش بس واقعا بر سر چی، یعنی توافق بر سر چی بوده. به خصوص که خب هم اسرائیل هم ایران و هم ترامپ هر ستایشون خودشون رو پیروز میدونن توی این به حساب جنگ. استنباط شما چیه؟ بعد به خصوص که یه عده الان فکر میکنن که اصلا ممکنه حمله نظامی دوباره ادامه پیدا بکنه. عرضم به حضورتون من بیشتر میلم به این سمت هستش که یعنی یعنی توی ما هنوز خیلی چیزها رو دقیق نمیدونیم. این اولین نکته است. نشانه هایی که در دست داریم به ما این اجازه رو میده که گمان کنیم که اسرائیل یا دولت نتانیاهو طرحی رو که دنبال میکرد همین طرحی که معروف هستش تو زبون ها افتاده، رژیم چینج بوده در این. خب و این طرح رو هم همونطور که شما خودتون هم اشاره کردید، مثلا همون در روزهای اول جنگ کلی
رهبران نظامی و به هر حال دستندرکاران مهم چیز رو از بین برد، ارتش رو از بین برد. حتی مطرح کردن که وزیر آقای کتس مطرح کرد که طرح کشتن خامنه‌ای رو هم ما داشتیم، خونش هم میدونستیم، همه چیز هم میدونستیم، منتها نگذاشتن. کی نگذاشت در علامت سوال هستش تو صحبتی که آقای کتس کردش. ولی ما میدونیم که همینجوری مرحله به مرحله که آمدن جلو، تصور میکردن و به نظر میرسه که این ارزیابیشون کاملا ارزیابی ذهنی بودش. تصور میکردن که بله، با همینجوری که برن جلو و بزنن و غیره و بعدش هم کوشش بکنن که بیشتر مثلا زیرساختهای اقتصادی نظامی حکومت رو بزنن، دولت جمهوری اسلامی رو بزنن غیره، رفته رفته مردم، همون مردمی که قرار بود خیلی خوشحالی بکنن و شادی بکنن و این بحثایی که الان شما خودتون در بهش اشاره کردید که چه گرایشاتی وجود داشت، این مردم بیان به خیابون و از این فرصت استفاده بکنن برای سرنگونی این رژیم. خب این مردم نیامدن به خیابان و این کار رو هم نکردن. و حتی نگاه که میکنین که روزی که آقای رضا پهلوی در روز 22 ژوئن بود که اون مصاحبه مطبوعاتی رو در پاریس کرد و این در حقیقت 9 روز از جنگ گذشته بود. اسرائیلی ها طوری برنامه رو سازماندهی کرده بودن که مرحله مرحله و فکر میکردن اوکی، حالا اگر که مردم نیومدن، الان اگر رضا پهلوی بیاد و صحبتهای خودش رو بکنه و غیره و اینها، این میتونه کمک بکنه به همین داستان، اینی که یه حرکتی در داخل ایران شروع بشه که این حرکت بتونه با اتکا به حرکت نظامی که اسرائیل داره در ایران انجام میده، این دوتا بتونن در کنار همدیگه یه موفقیتی رو به وجود بیارن در سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی. رژیم جمهوری اسلامی هم یه چیزی که نشون داد تو این دوره این بودش که به رغم تمام اختلافاتی که در داخل خودش وجود داشت، با یک انسجامی تونست در مقابل این وضعیت مقاومت بکنه. در چه از ما ناچار هستیم وقتی که در این موارد صحبت میکنیم واقعیت رو بگیم و جز واقعیت نگیم، حتی اگر از این واقعیت خوشمون نیاد. ولی این واقعیتی هستش که جمهوری اسلامی تونست از پس این داستان بر بیاد و بسیار متحمل شکست‌های زیادی شد و در بسیاری از زمینه ها هم نوعی حرکت کرد که شما نمیتونید بگید که بنده موفق از جنگ آمدم بیرون. با اون دستگاهی که موساد، من تصور میکنم تا جایی که من مطالعه کردم تاریخ این قرن 21 هیچ دستگاه جاسوسی در هیچ دولتی تا این اندازه نفوذ نداشته که در جمهوری اسلامی ضد صهیونیست، ضد اسرائیل غیره حضور داشته باشه. من نمیدونم که اینها در جلساتی که دور هم دیگه میشستن، اون کسانی که تو جلسات آقای نصرالله میشستن میگفتن ما که نشستیم الان دیگه نمیدونیم که چی خواهد شد. اون انقدر اطلاعات اسرائیلیا و موساد از ما داشت که ما به فردای خودمونم نمیتونستیم امیدوار باشیم. و خب در داستان جمهوری اسلامی هم اینه، توی نشان داد که چقدر این رژیم زیر نفوذ کرده دولت اسرائیل در اونجا، چقدر قدرتش محدود هستش در اینی که همون روزهای اول هم که تا زمانی که داستان موشک ها مطرح نشد، به طور کلی در عرصه نظامی و در عرصه سیاسی نیز شکست خورده بود. توی ولی با گذشت زمان و با استفاده از موشک ها، اگر اشتباه نکنم هستش که یه مقداری تغییر توازن رو ما میبینیم. بنابراین دو تا از این سه تا نیرویی که شما مطرح کردید حق ندارن که بگن ما پیروز شدیم. نه آقای نتانیاهو و هوادارانش میتونن بگن پیروز شدیم. پیروز در ارتباط با هدف تعیین میشه، همونطور که خیلی
بهتر از من میدونید که شما متناسب با اون چیزی رو که هدف خودتون میدونید میتونید از پیروزی و شکست صحبت بکنید. بنابراین در مورد جمهوری اسلامی مطلقا نمیشه این صحبت رو کرد که پیروز از این قضیه در آمد، تونست به هر حال از این قضیه در بیاد، منتها با خساراتی که هر روزی که میگذره بیشتر میفهمیم ابعاد خساراتی که به اینها وارد شده و چیزهایی رو که از دست دادن. وقتی که ترامپ آمد صحبت کرد گفت تمام این داستان چیز غنیسازی رو ما زدیم در و داغون کردیم و اینا به این سادگی نمیتونن چیزهای اتمی خودشون اصلا راه بندازن. غیره چقدر دقیقه چقدر نادقیقه ما نمیدونیم. آژانس هم که فعلا در ایران نیستش که بیاد یه ارزیابی بده که چه شده و چه نشده، ولی اینا رو میدونیم. بنابراین اگر کسی بخواد ادعای پیروزی تو این وضعیت بکنه ترامپ هستش که میتونه بگه من یه هدف مشخصی داشتم، وارد این جنگم اونجوری نشدم. البته اتفاقی که در ارتباط با ترامپ میفته این هستش که این اولین بار هستش در 80 سال گذشته که امریکایی ها توی یک جنگی در کنار در دست اسرائیلی ها رفتن جلو. همیشه پشتیبانی میکردن، اینجوری نبودش که دست در دست باشن و هرچی اونها میخوان اینها فراهم میکنن. در اینجا امریکایی ها هر آنچه که از دستشون برمی آمد و میتونستن برای اسرائیلیا بکنن دریغ نکرد دستگاه ترامپ و با دروغ و حق بازی و از یک طرف و با پیشبرد یک سیاست خیلی پیچیده‌ای از طرف دیگه تونستن اون برای خودشون یه چیزی رو گذاشته بودن، تونستن اون کار بکنن. هیچ وقت هم خودشون رو متحد نکردن به داستان رژیم چنج اسرائیلی ها. لااقل اون چیزی که ما تا الان میتونیم ببینیم. حالا ببینیم که تاریخ چه اسنادی رو بعداً در مقابل ما قرار خواهد. ولی میدونید جنگ ها همیشه خرابی و بدبختی واقعا آوردن و خب ایران هم همین بوده این شرایط. ولی یکی از واقعا فاجعه انگیزترین اتفاقایی که به نظر من توی این 12 روز افتاد واقعا وضع زندانیان بودش و نه تنها رژیم تحت شرایطی قبول نکرد که زندانیان رو توی این شرایط جنگی مرخص بکنه، بلکه بعد اسرائیل هم میاد و دقیقا اوین رو بمباران میکنه. واقعا در اوین چه گذشت؟ ببینید یعنی اول باید بگم دردناک، اولین چیزی که باید بگم این، ولی ما برای اولین بار هستش که تا که گزارش های دقیق و دست اول داریم از کسانی که توی این داستان اوین بودن. خب اول من اینو بگم، این که بر اساس قوانین بین‌المللی میبایست به محض اینه که جنگ شروع میشه زندان رو تعطیل میکردن و زندانیان رو آزاد میکردن. حالا آزاد بکنن با پایبند، با دستبند، با هر چیز زیر کنترل غیره، ولی این جزء قوانین هستش. خانم نسرین ستوده این رو به همسر خودش، به آقای رضای خندان این رو میگه و رضای خندان یک گزارشی رو که تهیه کرده در این باره که یکی از بهترین گزارش‌هایی هستش که میشه خوند، گزارش دست اوله، در جزئیات و در دقایق مطرح میکنه که ما از پیش از اینی که اینا حمله بکنن به اوین، ما رفتیم و با مسئولین زندان صحبت کردیم و گفتیم که چنین امکانی وجود داره اگر حمله بشه به اینجا به اوین 1000 تا بدبختی و بیچارگی برای ما به وجود خواهد آمد، امکاناتش هم ما نداریم که بتونیم چیز بکنیم. و میگه که اینا مسئولین زندان از کنار قضیه راحت گذشتن. من از شما اجازه میخوام که یه نقل قول کوتاهی از این نوشته رضای خندان بخونم و واقعا هم فکر میکنم که برای هر کسی که میخواد بدونه تو اوین چی گذشت. چند تا گزارش هستش. یکی گزارش
آقای قدیانی هستش که آقای قدیانی و مهدی محمودیان با همدیگه نوشتن. اونم گزارش فوق‌العاده‌ایه که اینو جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران این رو چاپ کرده و کاملا قابل دسترسی هستش. چند تا گزارش های دیگه هستش که من از نام بردنشون به خاطر کم بوده وقت در میگذارم، ولی این گزارش رضای خندان این تیکش رو میخوام براتون بخونم اگر اجازه بدید. مطرح میکنه رضای خندان توی همون آغاز کار، میگه ناگهان اعلام کردن که زندانیان اوین باید هرچه سریعتر به زندان تهران بزرگ منتقل شوند. فرزادی و حیات الغیب، مدیر زندان اوین و رئیس اداره کل زندانهای استان تهران، در مقابل بند با پشتیبانی نیروهای مسلحی که سلاحهایشان را به سمت سینه ما نشانه رفته بودند دستور بستن زندانیان را دو به دو با دستبند و پایبند به همدیگر داده بودند. در بند ما هیچ یک از زندانیان مجروح به بیمارستان منتقل نشد، چه مجروحان جزئی و چه مجروحان بدحال. و بعد ادامه میگه که آنها برای تأمین نیازهای بسیار ضروری زندانیان عاجز بودند، اما ظرف یکی دو ساعت هزاران دستبند و پایبند و سایر لوازم سرکوب را شبانه فراهم کرده بودند. وقتی که آدم جزئیات اینو میبینی که از 1 و 2 بعد از ظهر که این حمله شروع میشه به اوین و میدونیم که چه خساراتی وارد کرد، از بهداری زندان گرفته، بخشی از زندان زنان گرفته، دستگاه چیز چوش میگن اداری زندان گرفته که و چند نفری که کشته شدن. حتی توی یکی از این گزارشاتی که آمده اینی که یه از این سربازای وظیفه که بعد کار چیزشون رو خدمت وظیفهشون رو آورده بودن اونجا، بچهای 18 19 ساله، چه تعداد زیادی از اینها کشته شدن. ما هنوز آمار دقیق کشته شدگان زندان اوین رو نداریم، همونطور که آمار دقیق قسمت‌های دیگر هم طبیعیه که نداشته باشیم با داشتن یه چنین رژیم فاسدی در قدرت در ایران. ولی به هر حال چیز وحشتناکی هستش که اینها تا ساعت اتوبوس نصف شب، ساعت 10 شب 11 شب اتوبوس داره 10,000 زندانی رو منتقل میکنه از زندان اوین به زندان تهران بزرگ. و همین درباره داستان زندان زران هستش که به فشاپوریه منتقل کردن بسیاری از این زندانیان رو. و وقتی که باز گزارش ها رو آدم میخونه که اینا وارد مثلا 100 نفر رو وارد اتاقی میکنن که برای 30 نفر چیز هستش، کوچکترین تا ساعت مثلا 2 صبح، از قسمت های دیگه که بگذاریم، غذا نخورده بودن. با میگن که برخی نوشتن که آره وقتی وارد زندان همین تهران بزرگ شدیم یه دونه تخم مرغ بهمون میدادن با یه تیکه سیب زمینی، این برای یه غذا بود، جام نداشتیم برای خوابیدن و غیره. ولی به هر حال اینا سختی هایی بودش که تحمل کردن، ولی مهمتر این بودش که بخش بزرگشون تونستن جون سالم به در ببرن و این از این بخت برخوردار بشن که چون که به راحتی میتونست شب طوری تلقی بشه که اتوبوس داره نصف شب توی خیابونهای تهران داره حرکت میکنه و این کلی میتونست شک برانگیز باشه برای اسرائیل که دست به این جنایت دیگه هم زد که بری به سراغ زندان اوین. من باز وقتی که گزارش از خودم هممون از خودمون میپرسیم که اوین رو برای چی دادن دیگه، اونجا دنبال چی بودن. یکی از حدسایی که میشه زد این هستش که خب فکر میکردن که تو همون طرح رژیم چینج اگر اونجا رو بزنن، مثلا فرض کنیم این زندانیان میان بیرون و خب یه الگویی هم وجود داره از تاریخی که بله اینا میان و رهبری میکنن
مبارزات مردم رو و باعث میشن که بله اینا که اومدن میتونن به یه حرکتی دامن میزنن. این رو دو تا عامل رو وزیر کشور اسرائیل اعلام کرد که توی روزنامه های مختلفی من این رو خواندم، که یکیش میگه که به خاطر این بودش که بسیاری از مناطق مسکونی ما رو جمهوری اسلامی زده بود و ما خواستیم یه جایی رو بذاریم که منطقه مسکونی باشه. خب فقط داستان زندان اوین نبود، دور و بر زندان اوین هم بود. یه خانم دکتری که برای وظیفه اخلاقی خودش میدونست، وجدانی خودش میدونست، هفته یه روز دوشنبه ها میرفت زندان، مجانی کار میکرد برای اینی که کمک بکنه به وضعیت زندانیان. یه دست و یه پای خودش رو از دست داد توی این ماجرا و این هم اکثر کسانی که گزارش نوشتن به این موضوع اشاره کردم. بنابراین ولی داشتم برگردم به از بحث منحرف نشم زیادتر از جایی که منحرف شدم، که دو تا دلیل یکی آوردن. یکی اینی که منطقه مسکونی رو میخواستیم بزنیم، خب کلی اطراف زندان اوینم زده شد. دیگری تحت عنوان لیبریشن یا لیبراسیون، آقای وزیر گفته برای با این هدف. حالا هیچ توضیحی نداره پشت سر این لیبریشن یا لیبراسیون چند تا نقطه است. چجوری میشه اینو معنی کرد، فهمید و یا تفسیر کرد دیگه با کار من نیست. من میتونم از نظر منطقی بگم که چرا یه مرتبه رفتن سراغ زندان اوین، توی اونم در حقیقت توی پایان این پروسه چیز، مثل همین داستانی که قبلا گفتم، یه ظاهرا یه برای خودشون یه مرحله بندی کرده بودن و یه حسابهایی بوده که چه روزی یا چه روزهایی مثلا فرض کنیم یا در چه مرحله‌ای چه کاری رو انجام بدن. ولی خوشبختانه ما امروز میتونیم و من تقریبا یقین دارم که در چند هفته آینده بتونیم اونقدر اطلاعات داشته باشیم که بتونیم به یه تحلیل جامعه تر. تحلیل من تحلیل سطحی هستش در مورد آنچه که در اوین گذشت. بیشتر گزارشگر هستم تو این زمینه تا تحلیلگر، ولی گمان میکنم بتونیم در چند هفته آینده در موقعیتی قرار بگیریم که بتونیم بر اساس فاکت ها یا اون چیزی که گفته میشه به ترجمه شده به فارسی واقعیت های روی زمین، بتونیم یه تحلیل مقرون به واقعیتی از این جنایت بزرگ در دست داشته باشیم. ممنونم ناصر عزیز. میدونین که جمهوری اسلامی از بعد از این جنگ 12 روزه دستگیری ها رو تحت عنوان جاسوسی خیلی بیشتر کرده، سرکوب شدید بلوچ ها، کرد ها و خب اخراج افغانستانی ها اصلا واقعا اینقدر بالا گرفته که باور نکردنیه. یعنی واقعا اصلا اینقدر اینها دارن از این طریق سرکوب میکنن و طبعا مبارزات مدنی هم به یک شکلی به عقب رانده شده. به نظر شما چه راهکارهایی در برابر نیروهای آزادیخواه، صلحجو و عدالتخواه وجود داره؟ من واقعا در موقعیتی نیستم که بتونم از راهکار صحبت کنم و اونم برای ایران. میدونم که در خارج از کشور بالاخره اون کسانی که خودشون رو در موقعیت اپوزیسیون این رژیم میدونن، طبیعت هستش که تا جایی که میتونن واقعیت این دوره 12 روزه رو بیان بکنن، تحقیق بکنن تا جایی که میتونن و
حالا دیگه از این به بعد دیگه که تمام گرایش های مختلفی که هر کسی داره توی این ماجرا عمل خواهد کرد که رو چه چیزهای انگوش بذاره، رو چه چیزهای انگوش نگذاره. من نمیتونم راهکاری ارائه بدم برای به خصوص برای داخل از کشور. برای خارج از کشور میدونم که ما باید همین از زشتی و پلشتی جنگ صحبت بکنیم، از اینی که این مملکت ما با به دست اسرائیل و به دست هیچ نیروی خارجی، حالا اسرائیل که ماشاءالله یه داستان دیگه هم داره به عنوان یک، با این حکومتی که امروز سر کار هستش و سوابق تاریخی اشغال فلسطین، اشغال یک کشور دیگه غیره، که اینا وقتی که تو ذهن کسی عمل نکنه که من به کی دخیل بستم، پس روی این مسائل مهمه که صحبت بشه، چون بالاخره بخشی از همین جوانانی هم که دنبال آقای رضای پهلوی و این طرحش رفتن، من نمیدونم میزان آشنایشون رو با تاریخ، من نمیدونم میزان آشنایشون رو با مبانی اومانیسم و غیره. بالاخره اینا نکاتی هستش که به هر حال جریانات مختلف اپوزیسیون ناچار هم انگوش بذارن. من وقتی داشتم با شما صحبت میکردم به دنبال یک سندی بودم که متاسفانه در روی میزم نیستش، ولی سند بسیار بسیار تکان دهنده و اینو خبرگزاری فارس که نزدیک هستش به نزدیک هستش به جناهای تندرو جمهوری اسلامی، این سند اینا دادن بیرون و میگن که الان موقعشه که کاری که در سال 67 کردیم انجام بدیم. در ارتباط با بخش آخر پرسش شما که زندانیان این کلی الان شما میدونید لااقل 200 نفر رو گرفتن تحت عنوان اینه که اینا جاسوسای اسرائیل بودن. من نمیدونم جاسوسای اسرائیل رو باید در میان افغانی های ایران پیدا کرد یا باید در میان رده های بالای این حکمرانان پیدا کرد. ولی اون چیزی که هستش به هر حال اینه که تحت عنوان جاسوس امروز کلی هم افراد مختلف رو گرفتن، کسانی که حتی سالهای سال در زندان بودن گرفتن. همین پیروز خبر آمد درباره دستگیری یکی از زندانیان قدیمی که 25 سال در زندانه و این رو اعدامش کردن تو همین وسط. حالا با چه دستاویزی و غیره من آگاه نیستم که، ولی به هر حال این جالب بودش که این خبرگزاری فارس گفت الان هستش که ما سالهای سال از اینی که اهمیت کشتار سال 67 در چه بود ما صحبت نکردیم، ولی میدونیم چقدر این کشتار مهم بود در برانداختن یک سری از نیروهای سیاسی مخالف ما. امروز هم همونه، امروز هم باید از همون تاکتیک استفاده کرد و دست به یک کشتار بزرگ زد از زندانیان سیاسی برای اینی که چند سال آینده خیالمون راحت‌تر بشه. نگفته که در موقعیت متزلزلی هستیم و پتانسیل از نظر بالقوه با مشکلات زیادی میتونیم روبرو باشیم و این میتونه یکی از راه حل هایی باشه برای مقابله با این مشکلات. نمیدونم، امیدوارم به پرسش شما پاسخ داده باشه. بله، من واقعا امیدوارم که البته این اتفاق نیفته و خواستم واقعا سپاسگزاری کنم از شما واسه وقتی که گذاشتین برای این برنامه و اطلاعات خیلی خوبی که واقعا به ما دادین. در آخر اگر نکته تکمیلی میخواین اضافه کنید یا چیز دیگه میخواین اضافه کنید به این صحبت بفرمایید. نه واقعا من اگر فکر میکنم بیشتر از اون یه لحظاتی بودش که احساس میکردم که
دارم یه مسئله ای رو توضیح میدم، رفتم زیادی تو اون مسئله، ولی نکاتی هستش که مایل باشم دربارهش صحبت کنم، منتها ترجیح میدم که این کارو نکنم و وقت شما رو بیشتر از اینی که گرفتم نگیرم. واقعا میگم خیلی استفاده کردیم از این صحبت شما و من مطمئنم که توی فرصت بعدی دوباره در مورد موضوعات دیگه حتما با هم به گفتگو میشینیم. ناصر عزیز، و باز دوباره سپاسگزارم از وقت شما.